به نام حضرت دوست و با درود بر روان پاک پیامبر بزرگ اسلام، شما بینندگان ارجمند و هموطنان عزیز را سلام به زیبایی پاییز، به زیبایی رنگ پاییز خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که در پناه لطف کردگار در کمال صحت و سلامت و خوشبختی زیست نمایید. بیننده های ارجمند، مانند همیشه از همه شما عزیزان اظهار سپاس دارم، از دوستان عزیزی که از دبی، از استرالیا و از تمام کشورهایی که افغانان عزیز ما، وطنداران عزیز ما زندگی میکنند و ما تلفن های محبت آمیز شما نیروی بیشتر میبخشه و بیش از پیش مرا یعنی عاشقتر به شما میگرداند. واقعا من به شما مردم عزیز خود عشق دارم، برای که به وطن خود عشق میورزم و ما و شما که اعضای یک خانواده هستیم، زیر چتر او کشور زیبا یک جا زندگی کردیم و امروز با کمال تأسف که هر کدام ما به هر کشور پراگنده گردیده و با اندیشه های مختلف، با جدایی های که بسیار دردناک است، ولی من امیدوار هستم از او خداوند عزیز، از اون معبود حقیقی امید دارم که یک روز باز هم قلبه های ما و شما را با آب زلال محبت و آشتی بشوید و باران رحمتش را برای ما و شما، بالای ما و شما ببارد. با امید این روز، این بار بینندگان ارجمند، ما از یک شخصیت تجلیل میکنیم که هم ژورنالیست هستند، ژورنالیست بسیار سابقه دار، هم مترجم و هم شاعر و هم نویسنده. واقعا ما از این گونه اشخاص در کشور ما اندک نبود، زیاد داشتیم، ولی امروز اندک داریم. انگشت شمار هستند که در کشورهای بیرون مرزی در غربت زیست می نمایند و اکثر از مردم ما یا دولت ما در افغانستان از حال و احوالشان هیچ گونه اطلاع ندارند که در چه شرایط، در کجا و چگونه زندگی را به سر میبرند. ما امروز از این شخصیت که در یکی از استیت‌های امریکا زندگی میکنند تجلیل به عمل آوردیم. دوستان ارجمند، ما وظیفه داریم به خاطر غنامندی فرهنگ خود، به خاطر احیای فرهنگ خود، به خاطر یاد دهانی برای فرزندان ما و کسان دیگری که سالهای سال دور بودن از کشور، ما باید شخصیت های خود را به تجلیل بنشینیم و ایشان را قدر کنیم تا زمانی که فضل خدا در قید حیات هستند و هنوز رخ در نقاب خاک نگذاشتند. چه خوب است که ما ایشان را به نیکویی یاد کنیم و از زحمات چندین سالهشان ما قدردانی به عمل بیاوریم. در سال 1341 هجری خورشیدی در یکی از دهکده های ولسوالی چک وردک دیده به جهان گشود. مکتب ابتدایی را در همانجا به پایان رسانید و بعد متوسطه میرویس نیکه کابل و لیسه عالی حبیبیه را به پایه اکمال رسانید. پس از کانکور پوهنتون کابل شامل انستیتوت پلیتکنیک کابل گردید. نسبت عدم علاقه به تکنیک با استفاده از بورس تحصیلی عازم اتحاد جماهیر شوروی وقت گردید و در سال
1990 میلادی در رشته ژورنالیسم به درجه ماستری دیپلم اخذ نمود. آری، سخن از شخصیت خوب کشور ما، از شخصیت آگاه ما، جناب محمد الله نوری است. جناب نوری در کنار دروس خویش قرارداد ترجمه کتاب ها را با مؤسسه نشراتی پروگرس تاشکند در تاشکند عقد نمود که در نتیجه از کتاب های به چاپ رسیده که ترجمه ایشان است می توان از اینها نام برد. و البته با کمال درد و اندوه خدمت شما عرض می کنیم که از 6 سال بدین سو بیناییش را از دست داده و با وجود آن هم تلاش دارد تا برای فرهنگ کشور خود، برای مطبوعات کشور خود خدمات ارزنده انجام دهد. از کتاب هایی که گفتیم که ترجمه ایشان است، یکی هم اسپیتل وینا اثر آیبیک موسی تاش محمدوف، رمان است که در 405 صفحه در ازبکستان به چاپ رسیده و ترجمه شده. دو، دیو واقعی انسان داستان نوشته نویسنده روسی. 3، مظلون او کاروانون نوشته اکمل اکراموف در ازبکستان. ویرایش ترجمه اثر مکسیم گورکی به نام کودکی زیر نظر آقای نوری و دوست عزیزشان آقای سلیمان راوش صورت گرفته. وقتی به کابل مراجعت می کنند به کشور عزیزشان، خبرنگار روزنامه درفش جوانان و روزنامه ملی انیس می باشد. البته در شهر مسکو در دوره مهاجرت که دوره دوم ایشان مهاجرت کردند، عضویت هیئت تحریر مجله انگیزه را که از سوی اداره فرهنگی سفارت کبرای افغانستان چاپ و نشر می گردید حاصل نمود. و حال می رویم سراغ این هموطن عزیز ما، هموطنی که اگر مادرزاد یک انسان نابینا باشد زیاد دردناک نیست، ولی از 6 سال بدین سو که همه زیبایی های جهان را یک شخص می تواند ببیند و دفعتا نابینا می گردد، واقعا بس دردناک است. ما صدایشان را که واقعا گوشهای ما و شما را نوازش خواهد کرد با خود داریم. از طریق امواج سیم ایشان را دعوت کردیم تا امروز در محضرشان باشیم و ما امید است یک میزبان خوب برای این دوست عزیز خود آقای محمد الله نوری بوده باشیم. جناب آقای نوری، خدمت شما سلام عرض می کنم و بسیار خوشوقت هستم که مخصوصاً در این پروگرام روزانه را شما با صدایتان و با کارهایی که انجام دادید روشنی و روشنایی می بخشید. بله، با ابراز سپاس سلام های گرم من از شما، اتاق کنترل آقای عمر پژمان و تمام دوستان و بندیان. راست بگویم خانم زکیه کوزاد، من استحقاق همچو مهربانی‌ها و توصیف و تحسین شما را ندارم و من حال سپاس جداگانه و مکرر از شما. قربان شما لیاقت بسیار حرفا را دارین. من خواستم که زودتر با شما در تماس باشیم که صدای شما را بیننده ها و هموطنان عزیز ما بشنوند و وقت زیاد نخواستم ضایع بسازم. در این مسئله من هم سلام های گرم و درودهای فراوان خود و تمام بینندگان گرانقدر میرسانم. و در آغاز اگر اجازه باشه چند پیام کوتاهی دارم. بفرمایید، خواهش میکنم. هفته پیش از طریق فیسبوک دوست دینم جناب احمد غوث زلمی از کابل به من زنگ زد و پیام داشت به دوستان که به همان عملداری من درودهای گرم و اکرامات نیکی آقای احمد غوث زلمی به تمام دوستان و علاقه
پشت میکروفون و دوستانش بسیار دق شده است. میدانم محمد غوث زلمه یکی از همکاران مجرب و یکی از ژورنالیستان بسیار واقعا با تجربه و مجرب تحصیل کرده. احمد غوث زلمه یک گوینده بسیار موفق، یک دوست بسیار خوب، یک رفیق بسیار خوب، یک همکار بسیار مهربان هستند که ما هم بهترین سلام های خود را خدمت خودش و خانواده عزیزش تقدیم میکنم و امیدوار هستم که از این گرداب مصیبت ها و زودی به خیر نجات بیابه و در کنار خانه و خانواده و فرزند و همسر خود زندگی بدون دردسر را سپری نماید. تشکر. من مطمئن هستم که آقای غوث زلمه این برنامه را میشنود، میبیند. به قول آقای راغب تاریش در آب است، امیدی ثمره است. همچنان اگر اجازه باشه ما سپاسگزاری جداگانه خود از دوست بسیار مهربان و عزیز ایرانی هم در شهر ما از آقای مهریار اخوتیان و فرزندش تایلر اخوتیان بکنم که همیشه هرگاهی که اشد ضرورت نیازی داشته باشم صدای مرا به زمین نمیگذارد و همین دیویدی، فیسبوک، کامپیوتر و همه مسائلی که شما در دسترس دارین بله کمک آقای مهریار اخوتیان است. من هم به نوبه خود از آقای مهریار عزیز اظهار سپاس فراوان دارم که ایشان با عنوان یک همزبان، با عنوان یک مسلمان، با عنوان یک انسان، با یک هموطن ما چنین کمک های را روا می دارند. سپاسگزار هستم ازشان. یک چیز خدمتتان عرض کنم، آقای مهریار یک شخصیت فرهنگی است که 2 سال پیش خاطری بزرگ داشت از خدا و حضرت خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی. هم برنامه خوبی داشت که من مهمان همان برنامه بودم و همه دوستان ایرانی با من به دیده قدر میگرستن، چون در وجود من هم نشانی از اون خاک و از اون مرزبون دیدم. تشکر. همچنان من از آقای نادر کمیاب دوستم ابراز سپاس میکنم که امروز خلاف معمول در آغاز برنامه اعلام کردن که من مهمان شما هستم و در ضمن باید یادآوری کنم که در امتداد بعد این برنامه من حرفای خوبی و بهانه ترجمه شعر و مرسالاری در مورد خانم فرهیخته بهار سید هم خواهم داشت. بسیار خوب، بسیار تشکر. من از آقای کمیاب هم اظهار سپاس دارم و محبت برشان میفرستم به خاطر ای که اونا همیشه محبتشان، لطفشان شامل حال ما و این پروگرام و دوستان است. خانم گوزد، بله بفرمایید. اجازه بدین برنامه را با یک 4 پاره که در پشتو سلولیده میگه، بله، که به جناب استاد یوسف کوزاد و یگانه تابلوی زنده استاد کوزاد سرودم خدمت شما پیشکش کنم. قربان شما، بفرمایید، با کمال میل میشنوید. ستا برسم که کوزاد خاطری در رسم شوی، ستا برسم که کوزاد خاطری در رسم شوی، خط تور سترگی ستوری که زلیگی سته شند سوایی نپویگم چه سواری دزنفان و بخر موز که یو گنگ نسیم لگیگی خط تور سترگی ستوری که زلیگی. بسیار زیبا، بسیار مقبول. ایده خودتان سرودین؟ ولو گاهی همون روح لطیف شعر در وجود من هم حلول میکنه، هم تو دیوانگی ها را دارم. خواهش میکنم، بسیار زیبا بود. ایده میشه که برای من کاملا فهمیدم، بسیار زیاد تشکر. اول خب میخوایم بفهمم امیره با ترجمهش هم اگر به زبان فارسی بکنین که دیگه بیننده های عزیز ما بفهمم، با لزوم یک تفسیر کوچک دارم. ما خلاص شعر ترجمه خب از مرگش میگیره، اما ساده بگویم که در اصل تو کروزاد یک پریوش به تصویر کشیده و چشمای با کلان یا بزرگش ستاره در آن میدرخشد، لبان نرمش چیزی میخواهد
بگوید. نمیشونی سوال چیزی میبرد چیزی میخورد و در هر موجی پیسوش نسیم گنگ میبرد. بسیار زیبا، بسیار عالی. اینه بر تابلو کوزات گفتین، بر تابلوهای که بیجان و بیروح کوزات، یا برای یک تابلوی زنده که نقاشی خداوند است؟ زکر جان بله. شما هستید که الهام، منبع الهام، انگیزه برای زیستن و آفرینش و ناظر استاد گذاشتین. طبیعیست که یه با شما سلوگین بسیار زیاد همونتون به اصطلاح دلش خوش کردین. بسیار زیاد تشکر، لطف دارین، ممنونتان، قربانتان. من یک موضوع رو میخواستم از شما بپرسم آقای نوری، که من شخصا به لندهی ها بسیار علاقه دارم، بسیار لندهی ها را دوست دارم. شما اگر در مورد امی لندهی ها بگوین که آیا بجز از سرزمین زیبای ما افغانستان در دیگر گوشه های پهناوری ای جهان هم لندهی سروده میشه، رواج داره یا داشته؟ راست بگویم سوال بسیار خوبی مطرح کردیم. من یک تذکر کوچک و تصحیح در این پرسشتان میکنم که شعر کوتاهی همچو لندهی بله وجود داره، اما نه به مسابقه لندهی. هایکوهای ژاپنی است، شعر هایکوی ژاپنی که بعدا در امتداد برنامه در پیشینه تاریخیش و ساختارش رایده خواهم داشت. بسیار خوب، بسیار خوب. شما لطفاً درباره اصالت لندهی و سوابقش که چگونه به میان آمده و از کجا آغاز شده، شروع شده، اگر یک چیز بگویید. مردم پشتون همیشه با شعر زاده شدن. مردم پشتون از همان زمانی که دست راست چپ خود شناختن با همین لندهی ها زاده شدند. بسیار خوب. بگویم لندهی ها در اصالت و فرازندگی لندهی در این است که هیچ شاعر او را نتونسته سرایت یا از خود جون بکنند. این نسل به نسل، سینه به سینه آمده دیگه، از درد و سوز مردم این سرچشمه میگیره. بله؟ بله دقیقا نطرست. بسیار ما با اجازه تان یک چند دانه لندهی ترتیب دادیم که اگر امکان داشته باشه شما هم همراه ما همراهی کنیم که یک لندهی ما بخوانم، یک لندهی هم شما. امکان داره؟ چرا نه؟ دا دست او دا میدان. دیر مننه. جانان مصر پاوطن که خود، جانان مصر پاوطن که خود، پتار د زلفو و کفن ورلا گندمه، پتار د زلفو و کفن ورلا گندمه. یاد میدار یاری یاریشی، یاد میدار یاری یاریشی، یاد مصر بخرخره شمال وحینه. به 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 بسیار. بگه جهان دجوان خالی بازار ده، جهان دجوان خالی بازار ده، ده عمر بیا بلتندی بیل غمه. باشید که سکنه فصل خدای وکا، سکنه فصل خدای وکا دامی وعده ده شبنگری در تراولمه. به به. حلق بسنگ تور نکا، حلق بسنگ تور نکا، چه ایشیده ده پشتنه رودل دینه. والا مرمات میسازین. خواهش میکنه. خب باشه با آخره که بناری کم زل دنیا نه ارمانجن راغله من. به به بسیار عالی. ما یک لنده دگان برتان میخوانم، دو دانه دیگه دارم، ولی اگر شما داشتین که اون برابر هستیم و اگر نداشتین گفتین خودتان دیگه، باز خودتان میفهمین که گپ به کجا میرسه. تو یکی بگیریم یکی دیگه اون ختمش میکنم. بله. پتور توپک وختلی راشی، پتور توپک وختلی راشی، دبیننگی آواز ده رامشه مینه. داد آخر مصری داوی، داد آخر مصری داوی، آخر مکه دیاران و مجلسون. به به بسیار زیبا، بسیار عالی. آقای نوری، شما بسیار از این ترجمه ها و داشتین و در مجله انگیزه که ما اینجا داریم از
عمر جان عزیز تقاضا میکنم که این تصاویر بندازن که این مجله انگیزه است که شما در اینجا ترجمه داشتین. همین مجله بود که در مسکو در سفارت کبرای افغانستان در دفتر فرهنگیش به چاپ میرسید. ما با دوستم سخی غیرت و خودم و دوست دیگرم قوی کریمی که در هلند هستند سهمی بسیار فعال داشتیم. البته باید تذکر بکنم که پس از اینکه افغانستان به اصطلاح از فساد و آفت طالبان نجات یافت، همین مجله را ما چاپ کردیم که دریچه برای افغان‌ها از سوی افغانستان. بسیار عالی. شما در مورد ترجمه هایتان اگر صحبت کنین از این شخصیت هایی که نام گرفتین، نام گرفته شد که ما گفتم مثلا از اکراموف که از ازبکستان بود و از آیبک موساتاش محمدوف و از اینا که چی چیزا را شما ترجمه کردین، لطفا در این زمینه صحبت کنین. ما چون در مورد نشنده شهیر ازبکستان آیبک صحبت میکنم. اجازه بدین آیبک در سالهای وقت پیش از انقلاب 19 در پتروگراد روسیه در رشته بافندگی یا نساجی درس خونده. خودش رو معرفی بسیار شهیر ازبکستان است که یک متروی شهر تاشکند به نامش گذاشته شده بود در اون وقت. این رمان خون مقدس آقای علی زکی ترجمه کرده به دلی و با پشتون مترجمش مرد کنم. این رمان بسیار زیاد تحت تاثیر یک رمانی که داستایوفسکی به نام جنایت و مکافات اکثر زیر تاثیر او شده و خود شخص آیبک یک رمان دیگر داره به نام نوایی که او شخصیت روانی علیشه نوایی و تناقضات روانی و اندیشه هایش را در اون چنان تصویر کشیده که منتقدین و صاحب نظران او را اثر شاعر شهیر و نمایشنامه‌نویس شهیر آلمان گیتر در نمایشنامه فاوست مقایسه کرده. بسیار خوب، بسیار خوب. ما از عمر جان خواهش میکنم که تمام این ترجمه های شما که با عکس هایتان از تصاویرتان اگر یک بار کاملا را ببرند. جناب نوری، شما اشعار کلاسیک آزاد، نیمایی و یا سپید میپسندید؟ ببخشید، اشعار کلاسیک میپسندید یا آزاد و نیمایی و سپید و اینه میگه حرفایی که هست؟ کسی که به این مورد بیایم همون دوره که وعده سپردم بیایی یک کمکی به هایکو سرایی ژاپن بپردازم. بفرمایید. تفاوتش و تفاوتش با لنگه‌ها در چیست؟ اساساً تا جایی که من آگاهی دارم شعر هایکو در ژاپن پیشینه 2000 ساله دارد. بله. و اما در صدر هفتم میلادی شعرا او را به اصطلاح به فرایش گرفتند. بله. شعر هایکو که در سابق به هایکو نامیده میشد در ژاپن که هایکو شکل کوتاه یک نوع از قالب دیگه شعر ژاپنی به نام تانگا. شکل کوتاه چرا بخاطر که تانگا سیریتی که جا داره، اما شعر هایکو بله در ایجا داره، در ایجا که متشکل از 300 وزنشون اینجوری است. سطح اولش 5 جا، سطح دومش 7 جا، سطح سومش 5 جا و حتی اشاره همون گونه که در لندیا در سطح دوم است، در هایکو در سطح دوم است. اینجا طبعا یک زمینی ایسان مقوله براتون از هایکو بیارم. بسیار خوب، بفرمایید. نگر شفتار درخشی کم بهش گفتم نگاهش کن اما با خود تنها بودم. شفتار یک نوع موسیقی کوچک است مثل که موسیق بال بکشد. شامگاهان که شفتار به قرار میآید زمانی که برای خود باز میکنه روشنی در بین دماغش به رنگ پسته‌ای روشن مثل همین تسبیح های شوبینی که در کابل داشتیم، سازمان شوبین بله دیگر میشه. من خود موسیق شفتار نزدیم
جویچه و سر چشمه شامگاهان ما یک نوکر مدیدیم که برابر دو بند انگشت یک مرد درازی داره و در قسمت دو میو برابر یک سانتی همون گونه رنگ داره همیشه روشن است. بله. در ترکیب همون کرم و هم شفتا فاسفورس روش داره. شما بهتر میدونید که فاسفورس گوگل ساخته میشه این چیزا. اجازه بدید بازم همین یک بار دیگه بخونم که این تنهایی یک مرد نشان میده که این خورشیدی که در پرواز یک شفتا دیده معشوقش برایش نبود. شفتا بدرخشید کم و بهش گفتم نگاهش کن اما با خود تنها بودم. بگم تو امرای من ندیدی که دیگه خوشی با ما یک جای باشی. بله اما تفاوت هم در ساختار هایکو هم از لحاظ محتویات وجود دارن بلندی ها به دلیلی که هایکوها را دیگر شاعران هم میسرن اما بلندی ها را هیچ کس صورت قرارستن ندانستن. بله گفتم شما شعر اشعار کلاسیک میپذیرین یا نیمایی و آزاد و سفید و ای اشعار؟ والا من خلاص بگویم هر گونه شعری که عشقیت داشته باشه خوش دارم. برای من غالب مهم نیست. بله. غالب صرف یک محدودی است که شناخت از یک بسیار در شعر فارسی مثلا در وزن علوم سروده میشه و در شعر نیمایی که یک طرح پیشنهادی از نیمایی یوشیچ بود و یا بیشتر از اون لاهوتی یک طرح پیشنهادی است که گویا ما میتونیم وزن بشکنانیم یعنی با اون سنتهای شیخی قبلا میگفتیم مثل قصیده غزل رباعی مصمص و مصرف و دیگر و دیگر این گونه هم میتونم بسراییم. به نظر من شعر باید چند بودی اساسی داشته باشد. اول خودش عنصر خود زبان، بکر بودن خود زبان، بکر بودن موضوع، تصویر، دراماتورگی و تداخل متون. بله. این همه حرفا را که ناصر که بشمردن چی وقت میتونه یک شاعر میتونه اون در شعرش استاد کنه. ببینید هر انسان یک حالت دارد که اون حالت ما الهام میگیم. این حالت در وجود همه انسان هست. از بیرون از یک انگیزی بیرونی اگر حادثی بیرون در وجود آدم میتونه یا تیره میکنه. مثلا یک آدم از جای خود میرسه میخوای از درون خود بکشه. این دیگه آواز میکنه و اما شاعر شعر میسرایه. اون حالت بسیار کوتاه مدت است. زود فرار میکنه. شاعر زبان زباز وقتی این نداره که به اصطلاح طبق دستور زبان یا طبق زبان معمولی و متداول شعر بگوید دگرگونی زبان به وجود میاره. خود دگرگونی چیزا میاره همین بیان مستقیم کنایه و استعاره تداخل متون و یا به اصطلاح گاهی در شعر خبر جای مبدا را میگیره، مبدا جای خبر را میگیره، گاهی صفت جای اسم میگیره، اسم جای صفت را میگیره. مثلا در یک شعر آقای حامد نوید در شعر آزادش دفعه خوبی من در اینجای گفتن زرفشان شگوفه ها اگر طبق زبان دستور باشه باید شگوفه های زرفشان بگوید زرفشان بگوید اما اون شکسته برهم خورده زبان دیوانه شده گردوت شده این به زیبایی یعنی سبک افزوده زرفشان شگوفه ها ولی مثلا من شما را میگم ذکر نازنین این سبک دستور زبان است اما اگر من شما را بگویم نازنین ذکیه اینجاست که من دستور زبان شکستانده و معمولا شعر نیباییم و میگه زیبایی های خود داره که من خدمتتان عرض کردم. بسیار زیاد تشکر. شما میشه از ساخته هایتان یکی یا غزل یا شعر آزاد نیمایی یا کلاسیک هر چیزی که دارین اگر برای ما تقدیم بکنین یا برای بیننده های عزیز ببخشین و بیننده های عزیز تقدیم بکنین که ما هم لذت ببریم. من اندازه شاعر نیستم اما شده بزن یک دو نمونه در زبان دری از دو شاعر و یک نمونه در شعر پشتو و بعد از شعر خودم خدمتتان ارائه خواهم کرد. بفرمایید خواهش می‌کنم. مثلا راحله یار میگه من عشق را با آب چشم و شیوه جان می‌نویسم زیر باران می‌نشینم زیر باران می‌نشینم. بله. ببینید خوب تصویر
بسیار تاثیر آلایی دارد. بله بله. مثلا یک نمونه از یک غزل نابی که من اون شلقند قهوه‌رنگ موندیم آقای جنای شریف براتون بخونم. بسیار خوب. بسیار فقط 2 بیت. بفرمایید. یا مجذوب کرده ما را معشوق موسیاه، فیروزه‌ای ادای خاکستری نگاه، نیم شبی پیام پیمانه و جام، لبخند قهوه‌رنگ در سرمه‌ای پگاه. ببینید چی ببینن یک شاعر فوق‌العاده صاحب اندیشه که یک سال مکتب نخونده. اجازه بدید 4 بیت شاعر براتون بخونم. بسیار خوب. میگه مطلوبای سلام میگه نام شیر نارنج گل، میگه منظور رو میتر سود انتظار یکی مری، سرلاز بدخشان ناز خامار یکی مری، بلبل تدکلی در بورا لغم مردی، خبرش و نارنج گل دی ننگلهار یکی مری، اختری بکسی بدفتسای منگرو، سلگی جانان می دروی بار یکی مری، وقتی پتندید شهادت مور بکاردی، سوسی دخپل دیار و دخپل یار یکی مری. بسیار زیبا. فوق‌العاده تصویر زیبایی داره و بسیار هم سیاسی هم هست. بله. بله. اما گفتین الهام، چگونه یک شخص مثلا بفهمه که با او یک الهام آمده؟ این الهام از چی میآید؟ چگونه میآید؟ کسی که بیشتر عرض کردم در دل انسان مخصوصا شاعر در چی موقع مثلا امی ظاهر میشه؟ بله اون هست، یک حالت هست. این حالت ضرورت برای یک انگیزی بیرونی و یک حادثی بیرونی نیاز داره که اون حالت به شاعر آمد و در درونش شاعر گلی میخوره، شاعر از خود در درون منخلط میسازه و شاعر مجبور است این کوتاه مدت از وجود فرار میکنه. شاعر ناگزیر است که باید به زبان شعر در بیاره. بله. این الهام میگه به اصطلاح. بسیار خوب. نظر شما درباره ترجمه اشعار از یک زبان به زبان دیگه چی است؟ بله سوال خوبی مطرح کردید. تشکر خانم زکی بزرگ. اساسا چون من به زبان روسی بسیار خوب بلد هستم، من از طریق زبان روسی من اشعار مولانا، اشعار حافظ و مخصوصا روایات عمر خیام را زیاد خوندم به زبان روسی. هر زبان از که همون ذهنیتی هاشون قالب‌های شیری خود دارن. در روسیه روایات عمر خیام بسیار خوب ترجمه هم شده. یک شمار مسائل تصوفی و عرفانی چون خودشون جلبه دارن خوب ترجمه میشه. مسائل دوستانی بسیار خوب، حماسی بسیار خوب ترجمه میشه. سیاسی و این مسائل خوب ترجمه میشه. اما شعر شعر روحانی، لیریک و عاشقانه فکر نکنم که کسی ترجمه کنه. همین دلیل هم من با خانم بهار سعید معرفی شدم که خواستم اشعارش را ترجمه کنم. اما من در اون آغاز برشان گفتم که من بسیار تنبل شدیم، میخوایم و خود را در شعر شما یافتیم، میخوایم خود را امتحان کنم که همون الهی شعر شوخی کردم که از پیشم گرفته سرم قار کرده و بهار جان بسیار هم خندید دوباره به من برگرده. شعر غنایی چرا کسی ترجمه نمیتونه؟ بله. اینه که اون زبان خود بود زبان زمانی که من میگم و زبان خود شاعر است. مترجم همون حالت، همون الهام که به شاعر آمده مترجم اون حالت نداره. بله. یک دلیل و نگیم که در یک فرهنگ مثلا یک رسم‌الخلاقی عجیب غریبی است. میتونه یک مترجم برای اون معادلش پیدا کنه. اما
من به نظر مشتی عاشقانه فکر نمیکنم که کسی چی خود ترجمه بکنه. هرچند من ترجمه های خوب دارم به احترام. بله. دقیقا نوع کسی که ترجمه میکنه باید خود شاعر باشه. امو نازک خیالی ها را، امو ظرافت های شعر را بتونه که پس بیاره به زبان دیگر، مثلا اگر شاعر باشه نه؟ بله به اون دلیل است. مثلا شاهنامه فردوسی بسیار هم بایستی خوب ترجمه شده. بله. اما اون حرف شرایع است. معرف سرشیر اورگنایی عاشقانه در خود بود زبانی شاعر است که اون زبان خود شاعر است. اون زبان که دستوری زبان نیست، زبان معمولی متعارفی که عملوزه ما از اون استفاده میکنیم نیست زبان. بله بله. شاعر هم میداند به کدام سیبون دیگرگونی ها را در شعر بیاره. اون فیره نداره که برابر چوبی یک قابل شعر مثلا سیر زبان شعر مثلا یعنی من فکری میکنم که تو پیدایی یک شعر بکش شاعر واقعی وقتی نداره. مثلا بعضی از شعرها اتو آرزو دارن که در یک شعر بگوید در مدح شخصه و برخی میتوانه که این کار را بکنه، یعنی همین تو شعر بسرایه و بعضی دیگر نمیتونه دیگر. ولی به نظر من کسایی که میکنن خوب کار میکنن، به نظر من با یک شاعر آدم باید هیچ وقت دستور نده، فرمایش نده، خاطر که شعر سرایی داره نیست که تو بگو راجع به این شعر بگو، راجع به اون شعر بگو. این برای شاعران به نظر من نمیفهمم، نمیخوام کسی را آزرده بسازم. من یک چیز میگم در همه زمانه ها به هزاران شاعر وجود داشته، اما چند تا انگشت شمار ماندگار مانده سبک تاریخی ادبیات هم کشور شده. بله بله بله. خب پس میایم سر لنده. فرق لنده با دو بیتی چی است؟ خب فرق به اینست که لنده کوتاه‌تر است. دیگر فرق تفاوت چیست که دو بیتی یا مایده دو بیتی اگر در آواز کودکی و محلی بوده موسیقی بسیار خوب بسیار خوب میشنوند. مثلا دنیا استاد کوزا بهترین دو بیت‌های میلی داره. بله. برای دیگری قهار آسی، پرویز آرزو و به همه شاعرها. اما یک شاعر هیچ وقت خود مثلا من یک لنده یک شاعر فکر کنم برم در یک قریه با یک دهقان، با یک بزگر و یا با یک شپون و یا با یک شپان بخوانم و بسیار به صمیمیت میگه بر مولای خود چیزی نه است. میفهمم که تصنعی ساختگی است ولی میگم ما این قسمیشه شنیدیم. خود در کف جرأت نمیکنه که لنده بسرایه و سرایه هم نمیتاره. بله اون که ملالای در جنگ میوان به ایوب خان سروده اون همه شرفیش دلش برآمده، همون تحریکی که مرسیم تان کردم و همین لندگرایی که شما به خروج گرفتین با هم تکلمه کردین این از ملالای است که به خشون سپهسالار جنگ میوان و فاتح جنگ میوان ایوب خان بوده. از اون خاطر شاعر گفته اقوام رئیس یک افغان در جنگ ها هر پیغلم و ملاله هر درمیم و ایوب خان دی. بسیار زیبا. حالا همین ملاله ها و ایوب خان ها کجا هستن آقای نوری؟ ولی ما آدم سیاسی نیستم، یک چیز براتون میگم متاسفانه با دریغ بگویم که حال در هر قوم یک چند تا بدماش، یک چند تا کچپ پیدا شده. ما بدون ترسی حرف میزنم گاهی زبان دری سوچی ما رنگ خود پیش پشتون ها میبازه، گاهی زبان پشتون رنگ خود میبازه، کار خوب نیست. من شخصا آدمی متعصب نیستم من نمیخوام در این مورد زیاد صحبت کنم. بسیار من نمیفهم چه وقت مانده میخوام اگر اجازه باشه هم کنه که من نام بهار سعید گرفتم و راجع به بهار سعید چند صحبتی بکنم. بفرمایین. بهار جان سعید یکی از شاعرای به نام کشور ماست، یکی از شاعرای سنت شکن است، یک بانوی بسیار مهربان و عزیز است. من هم بسیار به اشعارشان علاقه دارم و خودشان هم دوست دارم. بسیار خانم مهربان هستند و همین مجله را
بهار جان لطف کردن، بهار جان سعید مجله شما را به نام انگیزه بر ما فرستادن که از محبتشان بسیار زیاد تشکر میکنم و روی زیبایشان میبوسم. من از بهار جان جان سپاس میکنم که به بهانه ترجمه شعر با ایشان آشنا شدم. بهار جان به من هم گفت که در 5 CD و 2 کست خود فرستاده. من هم در عوض مجموعه اشعار پرویز آرزو و یک کتاب ترجمه شعر و در این اواخر این رقص غزل‌های جنایت شریفه بهشان فرستادم که کردار نمانده باشم. و اما بهار سعید به نظر من بله ببینید امروز در اون وطن ما از 1000 سال پس از کشتن رابعه بلخی دست برادرش که رابعه بلخی تمام به خون خود نوشت و اولی زنی بود که عاشق شده بود نوشت مرا به عشق همه متهم کنی به حیل چی حاجت آوری نزد خدای عزه و جل. بهار سعید به او سوگند یاد کردن. بهار سعید مقابل هر کیش و آیینی که در او زن ستیزی باشد مبارزه پیگیر و بیامان میکنن. من سر سنت شکنی گرم گفتیم مثلا من سنت شکنی اونی که زن خشی دل بخواه و دلش بخواه اون کارا بکنه. البته من سنت شکنی در شعر، من سنت شکنی را در شعر گفتم. آقای نوری اشتباه نشه که من سنت شکنی را در شعر گفتم. ایره ما هم بعضی دوستا امروز میگن که سنت شکنی در مرد سالگی شعر است که 1000 سال قرید شفقتی شوخی کنم بالایش ورده شده بود. ببینید همین سنت شکنی را به اولین بار برجستتر از همه فروغ فرزاد گفت. بله که گفت بیاد مستنوی مکتب بودم. فروغ فرزاد میگه گل سرخ گل سرخ گل سرخ او مرا برد به باغی گل سرخ و سرانجام روی برگی گل سرخ با من خوابید. در اون وقت ما بگیرفتیم ما چقدر فهماندیم یعنی فرهاد شیران را فقط ایرانی ها میتونه. چرا ما هم این جزا به ایرانی ها بودیم که امروز بهارجان کابلی از دیسی رابعه بلخی از کارتچه و کارتچه با خود کنار خود داریم و بهار سعید میگه نشستن پیش چشمانی تو بس که سوختن دارد تراوشت فتادن خواهش بیرحم دارد. چی تفسیر زیبایی دارد. در جای دیگه بهارجان میگه تنم از بس که در موج از تلوا سمیل ارزم که آشانم کنی در بازوانت گاه بفشردن بروی آب میرقصد خیالت در خیال من یکی دستم و موهایت یکی پیچیده در گردن. به نظر من همچه تصویر زیبایی را یک فیلمساز هالیوود هم در یک غروب دلانگیز نمیتونه عکاسی کنه. این تصویر زیبایی که بهارجان ارائه کرده. زمانی بود که شعرای زن بسیار شعر مردانه می نوشتن. اشعارشان گاه مردانه می شد. ولی امروز ما می بینیم که اشعار زنانه با امو ظرافتش وجود داره و جای بسا خوشی است. ما اشعار بسیار میهنیه که برای وطن سروده بهار جان بسیار زیاد میپسندم. یک شعرش ما گرفتم پیش ما هست که انشالله با فرصت ما اون شعر میخوانم و باید چندین مرتبه بخوانم که از یک شاعر ایرانی است و او را بهار جان با ارتباط عمو خودش هم شعر گفته بسیار زیبا و بسیار مقبول. بله ما اشعار میهنی بهار جان بسیار زیاد میپسندم و تمام اشعار بهار جان زیباست. واقعا واژه های زیبا را به کار میبرد. من خانم گذرم اجازه که ببخش گستاخی میکنم. من شعر برجستگی این چیزی که در شمردیم در شعر بهار سعید براتون میشمارم. هر شاعر نمادها و سمبول‌هایی دارد که در محور او میچرخد. تمام سمبول‌های بهار سعید زنانه و عاطفی و صمیمی است. مثلا لبها، مثلا لاله آرا، مرجان، دامن،
نیمه پیراهن، چاک پیراهن، بستر و این مسائل. و جالب است که بارجان سعید ترکیب‌های دو واژه ساخته. تا جایی که از خودش پرسیدم به نظر یک همزبان دانشمند ما از ایران در حدود 120 ترکیب ساخته. مثلا حس شاداب، بوسخیز، آسمانگرد، دامن دریا و مثال‌های زیادش که من نتونستم چون یادداشت بگیرم به خاطر دلیلی که نابیناستم. من شرطوط خوانده نمیتونم. اینی برجستگی شد. یک برجستگی دیگه من در اشعار میرینیشان دیدم در دو مورد من بسیار نظر نوبهار غم خوشم آمد و دیگر یک شعر سطری خوشم آمد. او شنیده همت نامش است. در سوال آدم وقتی که بار اول بخونه یا بشنود آدم فکر میکنه که یک طبع ادبی است، در حالی که نیست. شعر سطری یک سنت اروپایی است که از فرانسه و اروپا به اصطلاح داخل شعر ما هم شده. شعر سطری هیچ من نکر زیاد نزدیک است، اما چند برجسته شعر سفید دارد. در شعر سفید خود ذکر بودن زبان شاید یک موضوع عادی را میگیره اون را برجسته میسازد، برازنده میسازد. و همچنان همیشگی واژه ها کدام واژه با کدام واژه خوب میشینه. این میشه انتخاب واژه بسیار مهم است. بله انتخاب واژه بسیار مهم است. آقای نوری، شما کدام سروده از بانوی عزیز ما بهار جان سعیده دارین با حافظه که تقدیم کنین برای بیننده ها؟ من یک دو نمونهش گفتم برای خب اینال خیلی میریم مورد شنیدم بگویم همون چیزایی که ما یافتیم شو میکردیم. بار میگه بیشی مثلا در جای میگه شنیده هم که گوسفندان به جای علف میگه عادی است. ببین شنیده هم که گوسفندان به جای علف گوشت آدم میخورن. نمون تشبیه که بیان غیر مستقیم شار در نام کرده بود. و در جای دیگه میگه شنیده هم که نوزادان به جای شیر دستان مادر میخورن. یعنی این نظر راغن از جمع خیاطی وحشت. بسیار تخیلات زیبا دارد. شنیدم که عروسان با زغال آرایش چشمای خود آرایش میکنن. خود شعر سفید است. و در جای دیگه همیشه یک خدر مردم میگه به بستر بردن من خود شعر بیا با بسترم امشب بسیار خوشم آمد. نظر من در این شعر بارسایی با بالهای اندیشه پرواز کرده تا پلهای بلند شیر و شعر و عشقا و تمام قامتش و تمام بلندی ها با بستر برده. بسیار زیاد تشکر. ما خب میفهمیم که خانم بهار یک شاعر بسیار تواناستند. ما گفتم که بسیار مبتکر هستند، بسیار از واژه های زیبا را کنار هم میگذارند. ولی بیاییم که از خودتان بپرسیم که شما داستان نویس هم هستین، چگونه داستان ها را نوشته میکنین؟ آیا کدام رمانی که از شما به چاپ رسیده این داستان ها چگونه داستان است؟ شما یک مسئله فراموش نشه که من خودم به زبان پشتو شعر آزاد لیمایی از لب دریا بدش شنیدیم و به دنبالش 4 بیت از جلال شریف خدمت بارجان تقدیم کرده. خیلی بفرمایید که وقت ما کم مانده. فقط خدمت ریگیم بفرمایید. نام این شعر است ساحل. دریا ولی سقی و این مستی کبی پخند. دریا مگر ساحل کستا پرونه خلوی. دریا ولی خوریگی لبن تو کبی دانن. دریا نچی لورای استا اتونه خلوی. ساحل ورته پرانیستی خپل ریګه په اخلاص په خوند مزو په ناز داستا په انتظار دریاب نشي ستا لاره ساحلونه ښکلوي آزادم و دیوانه زنجیر به پایت شاهینم و خوشنود که افتاده به دامت گفتی صدایت نکنم پیش حریفان ما را به حریفان چهرت گل به کلامت در بند سوی دشت بیا میکده من کفراشتم خیمه خیام به نامت
سبزی نمگر زلفت برشانه آهوست کین گونه همی باد یدکست لجامت افراشتم خیمه خیام بنامد. این از جنای شریف هر دو شیر خدمت بارجان پیشکش کرد. بسیار تشکر، بسیار تشکر. ما برای شما، برای جناب جنید شریف و برای ای بانوی نازنین ما بهار جان صحت و سلامت و موفقیت بی پایان تمنا میکنم. میاییم سر سوالی که من از شما پرسیدم که چی نوع داستان نوشتیم و می نویسیم. روز بکنیم من داستانان راواز داستانای تنظیمی می نوشتم، پارچه های تمثیلی کمدی می نوشتم. مثلا اولین پارچه کمدی من در کورس کامل سنتر بودم، روز تفسیر کورس کامل سنتر بود، در تحقیق ثانوی به نمایش گذاشته شد که در اونجا آقای زهیر ویدا، استاد مهوش و احمد وحید و از کورس محمدی ولی و شمار از دوستان هم در وستانی و همون نمایشنامه کوتاه در یک پرده بسیار زیاد استقبال شد و هنوز هم دستای گرمی دستای زنده یار زهیر ویدا را بخاطر دارم. دکتر دوم من دستگاه به زبان روسی نوشتیم که قهرمانش یک ژورنالیست است، احمد قرض دلمی و نامش است پس از کنسر. این داستان داره اول در جریده فاکولته ژورنالیسم چاپ شد، بعد در یک کنسرتی که خودم گوینده‌اش بودم در تاشکند جشن افغانو بود خواندم و بعد در برنامه جوانه ها ریاض دلمی که همونجا خودم اشتراک کردم، قهرمانش خود آقای ریاض دلمی بسیار هم استقبال شد. داستان دیگه من در این چیز نوشتیم که نامش شمشیر خان مانده، چرا او را چاپ نکردم که همه قهرمانش همکارای من هست. برودگی همون داستان رو در تاشکند در یک جشن خواندم. همین داستان از رادیو ازبکستان همطور انور جان یکی از فرمانه بود، خودش مقتصدی برنامه‌های چندی رادیو ازبکستان بود، او را به ازبکی ترجمه کرد و به جای شمشیر خان قلشبیک نامش را گذاشت که نشر شد. همچنان داستان‌های دیگری هم دارم، مثلا باغ آشی نوروز که رو بازنویسی میکنم. مثلا داستان خوب دارنده برای شما دارم به نام شام لندن، شام پاریس، شام لندن، شام پاریس، کاکل احمد زایر نامش. و یک داستان دیگه هم در تشکیل به نام شناخت دلخواه. بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر آقای نوری. بر شما صحت و سلامت میخوایم و از خداوند بزرگ تمنا دارم که چشمای شما بینایی خود دوباره بیابه تا شما اثر بسیار خوب یا آثار بسیار خوب به جا بگذاریم و از اشتراکتان بسیار تشکر میکنم. صحت و سلامت باشین. خداوند یار مددگارتان. وقت ما تا اینجا بود، بیش از اینه که به ما اجازه نخواهد داد. شما را ببخشید، سپاسگزارم از شما و از بینندگان گرامی. ما معذرت میخوایم چون اگر سکتگی در گفتار ما شده باشه مرا ببخشن و امید همون انتظار که از ما داشتن کم و بیش رفت شده باشن. واقعا بسیار زیبا بود. از شما خودم گذارم. بسیار تشکر، مهربانی کردین، لطف کردین. خب بینندگان ارجمند، دوستان عزیز، ما پروگرام ما دیگر آرام آرام به دقایق اخیر خود میرسه و از حضور شما ناگزیر باید مرخص شویم. ولی قبل از اینکه ما از حضور شما مرخص شوم، یک موضوعی را میخوایم که به اطلاع شما عزیزان برسانم و او است که به روز یکشنبه تاریخ 3 سپتامبر ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه که پروگرام سروش اسلام است از جناب دکتر حمید مرزا آقاسی که از لس آنجلس نشر می شود و همین روز یکشنبه این پروگرام از استودیوی فریمان نشر میشه به دلیل ای که ما مهمان برنامهشان هستم و اونا لطف کردن، از ما دعوت کردن. ما امیدوار هستم که یک مهمان خوبه و برنامه سروش اسلام باشم. انشالله روز یکشنبه ساعت 3 بعد از ظهر و تاریخ 3 سپتامبر باز هم
ما و شما با جناب آقاسی خواهیم بود و شما ببینین که یعنی مرا حمایت بکنین که به توکل خدا از ضربات سالهای جناب دکتر آقاسی سالم به در بیایم. تشکر میکنم از خالد جان عزیز رادیوی مرکزی که بسیار لطف کردن، محبت کردن، از عمر جان نازنین و همچنان از شما بینندگان ارجمند و مهربان از نوازش هایتان، از لطفتان. ولی شما با این تلفن ما هر قدر که زنگ زدین ما متاسفانه گفتیم که در جریان پروگرام زنده ما از تلفن استفاده نمیتوانم. دیگه عذر مرا بپذیرین. شما را به خداوند بی نیاز می سپارم تا دیدار آینده. خدا نگهدار.